در افغانستان معمولا مردها وقتی ببینن که خانم ها کمی پیشرفت میکنه یا کدام کار را انجام میده، هر کس نظر مثبت و منفی دارن. بعضی کسا میگن میتوانن و بعضی کسا میگن او بر دختر چی که میرن بوکس میکنه یا بایسکل میرانن یا موتر میرانن. اما گپایشون دیگر از این گپا میسرشه و خانم ها توانست. و تمام خانم ها و دختر خانم های و خواهران خود ایره میگم که از خانه برای مبارزه کنید، درس بخوانید، ورزش کنید یا کار کنید تا آینده کشور ما آباد شود و